روزتون بخیر، سلامت باشید. خیلی خوش اومدیم به غرفه ما در نمایشگاه آیدی تکس. اسم شریفتون رو بفرمایید. دلزنده هستم، محمد دلزنده. خدمت شما شد که پاسخ خدمتتون رسیدیم برای خرید دستگاه امپراتور که ازتون خریدیم. امپراتور پس از ما خریدیم و پارسال. کدوم شهرستان و کدوم شرکت؟ قزوین هستم. خدمت شما شد که چاپ پرستو. چاپ پرستو بله. زنده باشید. من می‌خواستم بدونم چرا ساینا رو انتخاب کردیم برای دستگاه خریدن؟ انتخاب اول ساینا که اولا که خیلی شرکت‌ها رو داشتیم. خدمت شما شد که یه اسم مورد نداره، ولی شاید قیمت ساینا نسبت به جاهای دیگه پایینم نبود. ولی خب یکی از دوستان که قبلا با ساینا کار کرده بود واقعا مطمئن بود از خدمات پس از فروش ساینا و از قطعاتی که دستگاه استفاده شد. گفت من کار کردم و مطمئن هستم. و یکی دو جان با من معرفی کرد، من چک کردم و در نهایت مزاحم شدم. خواهش ممنونم. انشالله که همیشه کسب و کارتون رونق داشته باشه. چون واقعا به اون دوستمون هم اعتماد داشتیم که داره کار میکنه، میدونست شرایط چی هست و چون خرید کرده بود قبلا از ساینا، جای دیگه هم خرید کرده بود، اینجا رو مطمئن‌تر دونست. بعد تا حالا از زمانی که دستگاه خریدین آیا تو بحث خدمات پس از فروش نکته منفی تا حالا بوده؟ آیا بوده اتفاقی که مثلا تو بحث گارانتی شرکت به تعهداتش عمل نکرده باشه یا مثلا اون ضعفی که دستگاهتون داشته و براش سرویس خاصی برطرف نشده باشه؟ ببین من اولا هنوز دستگاهم رو زیر یک سال نشده، هنوز تو گارانتی. خدمت شما شد تا الان مشکلی به اون صورت نداشتیم. مشکلاتی هم که بوده اکثرا تلفنی حل شد و دوستان نه اکثرا دم دست بودن. اگر سوالی چیزی داشتیم انجام شده. خیلی کم اتفاق افتاده شاید مثلا پیش میاد بالاخره چند ساعتی بچه‌های خدمات در اساس نباشن جابجایی شه، چیز عجیبی نیست. ولی هیچ وقت نه مشکل جدی فعلا نداشتم. هر موقع درخواستی کردم از دوستان تا جایی که تونستم راهنمایی می‌کردم و تا الان هم مشکل جدی نداشتیم که نتونیم حل کنیم. ما مشکل اصلیمون بوده تحویل دستگاه. خیلی اولش یه خورده اذیت شدیم به دستگاه تحویل بدیم و بعد از اون نه هیچ مشکل خاصی تا الان نداشتیم. ان شاءالله که بعد از این هم نکنیم. ان شاءالله ما هم براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم. ان شاءالله کسب و کارتون بیش از پیش رونق داشته باشه و موفق باشه. خیلی لطفی، ممنون از این مصاحبه. ممنون از لطفتون.